توی مجموعه خانه ام سعی کردیم که جعبه سیاه رو برای مردم باز کنیم، جعبه سیاه تروریسم. تروریستایی که در واقع رو به ایران سازماندهی میشن که در این کیسا با ایدئولوژی‌های مختلف، منتها همه اینا توی یه چیز مشترکن، اونم سرمنشأ، که همه اینا از یک دولت‌های تروریستی یا تروریستای دولتی ختم میگیرن. ما از یک اجماع نامبارک علیه مردم مطلع میشیم توی مجموعه خانه هم. کار بسیار سختیه و من تجربه این سختی رو در سریال ترور خاموش دیدم. کار خاصیه، ژانر خاصیه و سختی‌های خاص خودش رو داره. من با شعار خیلی مشکل دارم تو دیالوگ. سر خیلی دیالوگام بحث داشتم، حرف میزدم، اعتراض میکردم سر اینکه آقا اینا شعاریه، قشنگ نیست. من خودم به عنوان بیننده پس میزنم اگه کس دیگه اینو بگه. خیلی در موردش بحث میکردم و برای همین سعی میکنم اگر جایی که هم به قول شمایی که شنیدی میفرمایید که این یه نوع به هر حال شعاره، ولی باید جوری اجرا بشه که تو ذوق بیننده نخوره و احساس نکنه که ما داریم شعار میدیم. اساساً این ژانر دقیقاً مثل ژانر مذهبی تاریخی یه جنس بازی خاص خودشو میخواد. اون جنس من پیداش کردم، شگرد دارم. تجربه خیلی خوبی بود دیگه. حالا در ادامه ببینیم که تا اینجاش که بازخورد خیلی خوب بوده، مردم دوست داشتن و دوستانمون هم که درخشیدن عالیه. بریم تا انتها ببینیم چه اتفاقی میفته. اصولاً یک سری بازیگرا هستن که با خودشون برای نقش چیزایی میارن، اضافه میکنن به نقش. این اتفاق خوشبختانه با انتخاب آقای پگا و آقای زندگانی که این کنتراسته در اومد بینشون، یعنی که آدمی که حمید پگا خیلی با طمأنینه، با آرامش و خیلی هوشمنده، و امینی که یک مقدار اکتیوتر هستش و در واقع کنار گذاشتن این دوتا شخصیت اومده جذاب کرده، کنار هم بودن جذابش کرده. اگر به تنهایی بود شاید این جذابیت به وجود نمی اومد، ولی خوشبختانه این اتفاق برای این دوتا شخصیت توی مجموعه افتاده. به هر حال هر کاراکتری یک پیشینه‌ای داره، یک سابقه‌ای داره و اینکه این سابقه رو برای افشین لحاظ کردن که افشین کجای این در حقیقت داستان با چه تجربه‌ای داره ورود میکنه و چیدمان قشنگی که الان توی مونتاژ داره اتفاق میفته و تدوین که انقدر خوب داستان پرونده‌ای که من همراهش بودم توی قسمت 6 رسید به دفتر کمال با بازی خوب آقای پگاه عزیز. اینها همه نشون از این میده که واقعا یه آدمی میدونسته میخواد چی بسازه و همونطور که آقای پگاه فرمودن، خب من احمد رو میشناسم، انگیزش تو هر کار بیشتر از کار قبلشه و خب این خیلی کمک میکنه به من بازیگر که من هم پا به پاش انرژی بذارم، تلاش بکنم با یه تهیه کننده خوب، نویسنده خوب و بتونم یه اتفاق خوبی رو رقم بزنیم با دوستانی که هر کدوم، مثلا حمید عزیز واقعا دقیقاً مدل نقش یک با نقشش برخورد کرد و این خیلی مهمه، چون بعضی از دوستان متاسفانه متر برمی دارن نگاه میکنن و این تفاوت ایجاد میکنه که حمید عطایی نازنین در این مجموعه انقدر خوب دیده میشه. قرار بود از این بالا کیو ترور کنه. کیس شبیه شطرنج شده، دست به مهر حرکت. معامله کردن با تروریسم باج دادن به شاغاله. با پولای دزدی به هم دیگه صدقه دادیم. هر کسی هم خواست که ازتون جدا بشه سرشو بریدین گذاشتین رو سینه‌اش. بله. آقای خاوری؟ شما؟ تو منو نمیشناسی؟ ولی من تو رو بهتر از خودت میشناسم. قرار بود بین داوری و خاوری در حقیقت تصمیم گیری بشه و وقتی تصمیم گیری شد برای انتخاب اسم خاوری من خیلی حالم خوب شد. خودم خدا رو شکر بازخورد منفی نبودیم وسط، یعنی حالا تو صفحه خودم که خیلی ها در حقیقت نشدن با اینکه داستان واقعی نبوده اتفاقا دلمون خنک شد. راستش خودم هم دلم خنک شد. انتخاب اسامیمون در این سریال ها ادای دینیه به شهدای گمنام حوزه امنیت کشور.
شهید کمال و شهید برجسته‌ای از شهدای امنیتی کشور که تو همون فیلم آقای محمود رضوی، فیلم ماجرای نیمروز هم این اسم برگرفته از همون شهید بود. اینجا هم دوباره ما لازم دونستیم دیدیم که میشه. به طور مشابه در مورد سایر دوستان هم همین اتفاق در مورد کاراکترها در مورد خیلی هاشون میفته. شهید کمال واقعی عکسش رو دیوار اتاق عملیات سریال ترور خاموشه. جالب شد. الان احتمالاً میرید پیدا میکنید که شهید کمال کیه. و در مورد حالا این شخصیت خاص کمال تو این کار، آقای اصفهانی خیلی تاکید داشتن روی این که این آدم به هیچ وجه عصبانی نمیشه، به هیچ وجه هیجان زده نمیشه. این دوتا نکته خیلی بارزشه، خیلی خانواده دوسته و خیلی آدم مسلطیه. یعنی اینا کنار هم این شخصیت رو به لحاظ اجرایی ساخته. اولین باری که ترس از قاسم سلیمانی رو تو چهره‌تون دیدم خوب یادم. این خونه هم نیست. حس میکنم تو هجل افتادی. برای یه بازیگر حضور در این کارها، در این جنس کارها، در این داستانها مایه مباهاته. یه رسالتی هم بر عهده بازیگر هست به عنوان یه انسان، یه وظیفه‌ای هم بر عهده خودش داره، یه از جنس خدمتگزار هم باید باشه. کسی که 8 سال تو سخت‌ترین شرایط میره سینه سپر میکنه جلوی صدام، بعدم دوباره وقتی جنگ میشه اولین نفری که میدوه میره تو خط مقدم میجنگه. به نظرم خب طبیعیه که همه میدونیم حقشون خیلی بیشتر از ایناست که بهشون پرداخته بشه، ازشون گفته بشه، در موردشون حرف زده بشه و بیشتر شناسونده بشن. من معتقدم رسانه خیلی ضعیف عمل کرد. یعنی وقتی در یک دوره یک شخصیتی تبدیل به قهرمان ملی شد، چرا در زمان رفتنش اینقدر رسانه‌های ما موقت یه جرقه‌ای زدن و دیگه تمام. تصویری از داعش وقتی نشون بدیم با انعکاس اهمیت کاری که ایشون کرد رو شاید بشه به مردم نشون داد. یعنی اینو بگیرید ضرب در 100 کنید. دیشب سامر، پریشب سامرها رو میتونستیم تو تهران داشته باشیم، تو همین تهران. یا مثلا قصه سایر تروریستایی که در ادامه باز میشه، این سمپلای کوچیکه. تیم سازنده خانه امن تمام تلاش و تمام انرژیشون رو گذاشتن که یک قطره از دریای رشادت‌های ایشون رو به تصویر بکشه و امیدوارم که این ادایدن محقق شده باشه.